صوفتا که تینم سر اکرانه کارساز کرد احمد کردی که به خواهج روژاوای کردستانش باجار قامشلویه لسر یک بلندترین جهانه لسویسرا لباجار انترلاگن به آلا کردستان خواهج 4000 متر به پاراشوت برزده. احمد کردی جه روداوی را گوت خوناوی او بو روژه که آلا کردستان راکه و بچه لسویسرا خواهج 4000 متر باویجه. افدیمن تایبت جالی روزنامه‌وان محمد زیتو و جبو روداوی هاتنه کشاندن. ولی افدیمن تایبت این روداوی نه جوارا پیشکش کن آل دست احمد دایا او سویسری لگل ترینره یعنی که او لور وید پاریزه آلا کردستانی بگمان دما که رابون آل دست بو افجی باجار انترلاگنن 4000 متر بلند بو خوش 4000 متر به پاراشوت داویجن عرده انجی تینه خواره كان سربات بطنين خوش تقول راستي خونك بو خوامو بو زورن شيايكيو شياي انترلاكن سويسرا وز آلا كردي تزهبن وز ماشي بكم سرفيت شياي هنيكي واسبيجي داكم برشوتي حتى اسبقهم عرضي وسباس جو حموكا